این فیلمی است که حیات مستقلیت تاجیکستان در دوام 20 سال تصویر میکنه، نشون میده. در اون اساساً اون کارنامه اون رایایی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامی رحمان بعد از صحبت من همین تصویر میکنم در همین فیلم. تمام تاریخ تاجیکستان رو با یک شخص منسوب میدونند. استقلالیت تاجیکستان رو بیاد علم‌آور هم است درست، چون که در اونجا در همین خصوصا جنگ، دوره جنگ نفرای زیادی هلاک شدن که اونا هم برای آبادی، برای صلح هم بسیار کارها کرده بودند. امروز متاسفانه درباره اونا کم گپ میزنند. این خودش آخر فیلم حجتی است، اونجا با هیچ کج کردن نمیشد. همش تاریخی است. در قسمت‌های در مسائل جنجال‌ها و در مسائل سخن‌های اون غم‌انگیز اون دوره شخصا من که میشم ناراحت میشم. یعنی برای من یاد آوردن اون دوره، اون زخمایی که مثلا تاجیکستان عزیز دیده بود، امروز دیدنش اونقدر خوب نیست. حقیقت در کجا است؟ هم کجای گامزه هم دروغای گازشم تلویزیونشم رادیوشم. من فقط تلفن سفینه را تماشا میکنم دیگه. کلیک کینوی نقد شوه امور را تماشا میکنم دیگه. شایگون چه گوش نمیکنم. واقعا جمعیت دیگه شده. شخصی که مثلا بود خوب من کلام شدن دیدگی نیستن. مثلا جنگ نمیتونن پاس کردیم مثلا همون نیزورا بها دادن. وقتی که میبینه در اصل مثلا چی واقعیت بود، چی بدبختی بود خلق ده، واقعا میتونم مثلا یک تصور پیدا میشه. مثلا واقعا دیگه را بعد نمیره. این خیلی یک طرفه بها دادن به همین دستاوردهای استقلالیت غیر عادلانه می باشد. مثلا یک نفر هیچ وقت خودش به تنهایی نمیتونست که چنین کارها رو انجام بدهد. در برابر این دیگر شخص و دیگر نفرانی بودند که در این واقعا در این دستاوردها سهمگذار بودند. فیلم بسیار با معقول شدگی واقعی که ثبت کردن همش درست است، همش درست نشان میدهد. برای همه معقول است.